بازسازی غول‌تشن پارت 1. همین که ماشین رو قولمی کردیم و گرفتیم، اولین کاری که روش انجام دادیم این بود که صندلی سمت راننده رو تعویض کنیم. چون صندلی فابریک بود به شدت رانندگی باهاش کسل کننده و خسته کننده بود. پس در اولین حرکت رفتیم سراغ تعویض صندلی، اونم با نسخه بادی. البته در بین این همه صندلی واقعا انتخاب سخت بود. از بین اون همه صندلی افاش 480 رو انتخاب کردیم که کلی هم آپشن و دکمه داشت. جناب آقای عباسپور خودشون شخصا زحمت اندازه‌گیری‌ها رو کشیدن. بعد گفتن برای اینکه شاسی رو محکم‌تر انجام بدیم، صندلی قشنگ‌تر وایسه، به یه قوطی 4x4 نیاز داریم که بتونیم پای صندلی روش مهار کنیم. پس ما هم گرفتیم و با سرعت هرچه تمام‌تر برگشتیم به سمت ماشین. واقعاً کثافت و گلولای زیر پای صندلی بیداد می‌کرد. اینم بگم که به درخواست خودمون یه دسته هم برای سمت چپ جاساس کردیم که راحت‌تر باشه. و حالا برای اینکه دقیق باشه به اندازه‌گیری‌های چشمی نیاز داشتیم که بتونیم پایه رو همون شاسی یا قوطی قشنگ مهار کنیم. و بعد از اندازه‌گیری‌ها جوشکاری‌های لازم و محکم‌کاری‌ها رو انجام دادیم. اینجا باید بگم که ما این صندلی فورج 480 رو از صندلی بادی آقای عباسپور گرفتیم که مرکز خرید و فروش صندلی‌های بادی هستن که هم قیمت و کیفیت صندلی‌هاشون به شدت عالیه و همچنین کلیه خدمات باز و بست و نصب صندلی‌ها رو خودشون انجام میدن. و اینم از تست نهایی. منتظر پارت بعدی از این غول‌تشن آلمانی باشید حتما.